خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت. وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایت کردن، بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمالها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد، هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سری لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام، این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود، برای اسلام ابو جهل به قتل رسانی داشت. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چیکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت. میگفت مادر، میگفت صبر کن، ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است، صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میده. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش، آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من اون خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم، من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگد چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است، آن از زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره، جمعه برای شما شرط نیست، حالان که هزارها نامعقول کرده است، او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کند، مولوی را میگوید به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سر راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ دیده پستر است. شما به ملامتی و ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است. السلام علیکم حاجی داملا. خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟
این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایرا نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیبی برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم و از شما این نعمتهایی که دادم، این نعمتها سوال کرده می شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پرنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه‌های فاسدی که خدا بر اونها حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنید. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته میشود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با سوی همون حرام ها میکنند. از دجال ندیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید، بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخوانید در نماز شما کراهیت پیدا میشود، تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، و بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم، شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینها را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است.